در تالار کاخ سوگدان شهر خوجند با اشتراک اهل علم و معرفت و فعالان شهر کنفرانس علمی عملی تحت عنوان امام علی رحمان تحکیم بخش وحدت ملی تاجیکان جهان برگزار گردید. در کنفرانس اشتراکچیان از وحدت ملی و سهم پیشوای ملت در برقرار نمودن صلح و ثبات در جمهوری تاجیکستان یادآوری نمودند. تاکید گردید که از جهت مستحکم شدن پایه‌های استقلالیت و رکنهای دولتداری تاجیکان، رشد و نمو یافتن تمام بخش‌های جامعه کشور، خدمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خیلی کلان است. در تاریخ نوین خلق تاجیک دستاوردهای استقلالیت کشور و عمل‌های بنیادکارانه این شخصیت بزرگ با همدیگر ارتباط ناگسستنی دارد. شخصیت‌های برجسته تاریخی با زندگی و عمل نیک خود در سرنوشت هر یک خلق و کشور نقش روشن گذاشته. گذشته پرغناوت خلق و ملت خود را برای جهانیان معرفی می‌نمایند. راه امروز و فردا را چون مشعل فروزان نورافشانی می‌کنند. در این جاده شخصیت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان همچون چهره برجسته و معروف سیاسی عرصه بین المللی دارای نقش و مقام خاص می باشد. در جریان کنفرانس همچنین رئیس بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر خلقی تاجیکستان احمد جان رحمتزاد، خادم نمایان دولتی و جمعیتی شهروند فخری شهر خوجند بهاجل رحیم‌آور، سابقه‌دار خدمت دولتی پروفسور نظیر غفاری و اشتراکچی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان غفارخان محیدینوف با معروضه‌های علمی عمومی خود دور به موضوعهای کنفرانس اندیشه‌های خویش را بیان داشتند. با شرافت سیاست بنیادکارانه و سازنده این مرد بزرگ، جمهوری تاجیکستان از درگیری‌های داخلی رهایی یافته، امروز چون دولت صاحب اختیار در خریطه جهان جای گرفته، آن را تمام دنیا میشناسند و اعتراف میکنند. با شرافت سیاست این ابرمرد سرنوشت ساز ملت، صحیفه نو در تاریخ دولتداری تاجیکان گشوده شد. وحدت همچون دستاورد پرارزش ملی باید چون پدیده مقدس تبلیغ و تقویت گردد، زیرا اساس همبستگی ملت و تامینگری رشد باثبات و استوار ملی بوده. در تاریخنامه دوران صاحب استقلالی تاجیکستان به صفت راهگشای پیشرفت و شکوفایی جایگاه و منزلت افتخاری دارد. حاضرین محترم، ما از تاریخ تاجیکستان نوین دولتمون آگاه هستیم. پس از صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان که میبایست راهی اعمار دولتی دموکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه را پیش میگیرید، با تاثیر عامل‌های ارتجاعی به کام مناقشه‌های شدید سیاسی کشیده شد. باید قید نمود که سال جاری مردم سربلند مملکت 25 سالگی وحدت ملی را قید نمودند. امروز هر یک نفر ساکن کشور در شرایط سازگار و آسمان صاف و بی‌غبار زندگی نموده بهر رشد جمهوری سهم خود را می‌گذارد که این همه از وحدت و سرجمعی ملت است. مقصد اساسی گذراندن این کنفرانس نقش اساسی سروری دولتمون پرزیدنت کشور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت البته بعد از صاحب استقلال شدن بسیار کارهای نظررس را برای مردم شریف اهدا کردند. پیش از همه صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان البته با تشبث و مهنت‌های بزرگی پیشوای معظم ملت ما صاحب استقلال شدیم و خاطر رسان میکنم که امروز البته برای ساخت کنستیتوسیونی و بنیاد جامعه دموکراتی سهم ارزنده پیشوای معظم ملت خیلی بلند است، چون که در سطح جهانی این معرفی شده است. البته عالمان جهان علاقه معرفی کردند که امروز وحدت تاجیکستان یک تجربه بزرگ است در عرصه جهانی، باید این رو باید اعتراف کنیم و مردم شریف تاجیکستان هم علاقه میدونن که امروز سروری دولت یکی از شخصیت های ابرمرد هستند، مردی هستند که به خاطر فردا البته برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی گفتیم امروز جنگ شهروندی به وجود آمده بود، مورد ما استقلالیت رو به دست آوردیم. البته برای متحد کردن ملت تاجیک، برای متحد کردن تمام منطقه کشور تاجیکستان این نفر امام علی رحمان سرور دولتمون بسیار سهم ارزنده دارند. سپس از جانب علیشیر اشورزاده طبیب جوان معاون رئیس فیلیال اتفاق جوانان تاجیکستان در شهر خوجند مراجعتنامه اشتراکچیان کنفرانس علمی عملی امام علی رحمان تحکیم بخش وحدت ملی تاجیکان جهان به اهل حاضرین رسانیده شد. گزارش افضل بوسلیف ولی جان دسمتوف، آسیا.